شهر نارک. شهر نارک در ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان جای داشته سال 1960 تأسیس یافته است. در این شهر یکی از نیروگاه‌های برقی آبی بزرگ در تاجیکستان نیروگاه برقی آبی نارک به نام تورسون الجبایف می باشد. نخستین اگریگات نیروگاه برقی آبی نارک سال 1972 به کار آغاز کرده بود. بلندی سربند این نیروگاه عصر 300 متر می باشد. از پایتخت محبوبمان شهر دوشنبه تا شهر نارک قریب 70 کیلومتر است. باید ذکر نماییم که نارک مکان انار است، یعنی در نارک انار زیاد می شود. مردم می گویند که کلانترین ماهی که از آب نارک گرفتند 35 کیلوگرم بوده است. از روی سرچشمه های تاریخی نارک در گذشته 7 قلعه داشته است. آثارخانه دوستی خلق‌های نارک سال 1980 گشاده شده است. در این آثارخانه نقشه گنرالی امودریا هم دیده می شود. ماکت هایی که در این آثارخانه هستند از هر گوشه و کنار این نیروگاه معلومات می دهند. وقتی که دریاهای سرخاب و خنگاب به هم می آیند دریای وخش را تشکیل می دهند که در سرگه آن نیروگاه برقی آبی راغون است و در نارک باشد نیروگاه برقی آبی نارک. کارمندان نیروگاه برقی آبی نارک می گویند که این نیروگاه 770 کارگر دارد. توانایی عمومی نیروگاه را 3000 مگاوات می گویند. شهر نارک موضع‌های سیاحی و استراحتگاه‌های بهترین هم دارد.